زنی که دنبال عدالت و برابریه به هیچ قیمتی نمیتونه وجدانش رو راضی کنه که به خاطر پول مردی که باهاش زندگی کرده رو زندانی کنه یا با حکم جلب و توقیف اموال مجبورش کنه که بهش طلا و سکه پرداخت کنه، حتی اگه اون مرد در حقش ظلم و خیانت کرده باشه. البته که حداقل 50% از همین مردا نه اهل ظلم و خیانت بودن، نه اهل کتککاری، ولی الان یا گوشه زندانن یا دارن زیر بار قسط و قرض و وام و بدهی متلاشی میشن تا بتونن به زنی که واسه ساختن آینده بهش اعتماد کرده بودن سکه پرداخت کنن، چون اگه پرداخت نکنن به جرم تشکیل خانواده زندانی میشن و باید بقیه عمرشون رو توی حبس زندگی کنن. مهریه هدیه است، هدیه‌ای که شخص بتونه بپردازه، هدیه‌ای که مرد واسه حفظ حرمت زن و با عشق و احترام به اون تقدیم کنه، نه با ترس و دروغ و زور و زندانی کردن. پول زور گرفتن از مردا یه روش کاسبی تقریبا جدیده. متاسفانه دخترها به جای تلاش واسه رسیدن به استقلال واقعی یا تشکیل خانواده یاد گرفتن که طی چند سال چند بار ازدواج کنن و با هر مردی چند ماه زندگی کنن و از هر طلاقی پول و سکه به جیب بزنن تا بتونن بالاخره آینده رویایی مد نظرشون رو بسازن و به خودشون لقب زن خود ساخته بدن. ولی این پول نون توی خونه کسی که وقتی داشت عقدنامه رو امضا میزد ساده بود و فکرتو نخونده بود و نمیدونست با هر امضایی که میزنه داره طناب دور گردنشو سفت‌تر میکنه تا تو بعداً بتونی راحت‌تر افسارشو تو دستت بگیری و ازش سوء استفاده کنی. خانومایی که از مهریه کاسبی میکنن میخوان انتقام ظلمی که پدر و برادر و اجداد و جامعه بهشون کرده رو به طور کامل از همسر سابقشون بگیرن و این اصلاً عادلانه نیست. ما تا وقتی که مفهوم واقعی عدالت رو درک نکرده باشیم و از ظلم کردن یا انتقام از آدمای دیگه خوشحال بشیم و احساس برنده بودن داشته باشیم، عدالت و برابری واقعی رو به چشم نمیبینیم و این آرزو رو به گور میبریم. من یه زن متأهلم و موافق اصلاح فوری قانون مهریه هستم، چون این قانون زندگی کسایی که با بی‌تجربگی و سادگی سند ازدواجشون رو امضا زدن رو به تباهی و مرگ تدریجی کشونده و باعث به وجود اومدن ترس و محدودیت بیش از حد جوانها واسه ساختن آینده و زندگیشون شده.